السلام علیکم حسن عزیز. با یک گپی من خودم میدانم که 80-85% تا 90% مسلمان های روی عالم با گپی من هیچ وقت هم فکر نمیشن که زنی مسلمان باید که خونه علم گیره. نه خونن اختیار به دست به اختیار، لیکن من خواندم الحمدلله صاحب شدم. پدرم مادرم فرزند من این مثال میدانم که چقدر تربیت کنیم، چقدر قشنگ گپ زدم، دیگه چقدر فرزند قشنگ گپ زدم. زنی از خدا بترسیدگی و معلومات دنیوی و دینی داشتگی با نوران الان دور میشه که میدانه که در کجا و انسان قد چقدر گپ زد. همین کامنتاری که شما مینویسین کنی بگین که من یکون گپی گنده در شما میگم گپی گنده نمیگم. من نمیگم گپی گنده، فقط میگم که بس کنین عیب جوییتون بس نمیکنین. در کامنتاری مینویسیم که تو کای شما قدر عیب جویی میکنین. در اصل 21 اومدین رسیدین با جایی که علم معرفت یک علم چی میگن پیشروی عصر 21 با جایی که تعلیم بگیرن حقیقت کنن 6 جان حالی همون رنگی چی میگن عصر سنگی برین، عصر فئودالای بخارا و جلادای بخارا برین میشنن عیب جویی میکنن. ایت پیر شده تو نبرو دا چیز. من پیر شدم آدم پیر میخواد گپ میزنه، میخواد برو گپ میزنه. آدم پیر رنگی ما برو گپ نمیزنه. آدم پیر رنگی ما نطق قرآنیش خیلی نیسته. ما مثل پدر رحمتی بپرسیدن شکی چند ساله، پدر رحمتی میگه چند ساله، میگفت چند ساله. 30 سال مرا چیکار میکنی؟ میگفت پدر رحمتی میپرسیدن شک نمیگفت 30 سالش پدری من جو 90 مادر پدری من رفت باید نیودش هیچ گونه نمیگفت 30 سالش. میگفت من چند سال که مینامویم من 30 سالی من هستم. میگفت پدر رحمتی بله مرا مثل پدر رحمتی هوشیار فعال چقون در همه جو برای پیشروی وطن، برای پیشروی مسلمانان، هموطنان، همزبانان ملت خودم کوشش و غیرت باید کنم.